سلام دوستای عزیز، امروز میخوایم آموزش کرپ اسفناج رو داشته باشیم. یه صبحانه کامل و رژیمی برای کسایی که میخوان وزن کم کنن یا قبل از تمرین ورزشی خیلی سریع و راحت آماده میشه. برای درست کردن کرپمون به 200 گرم اسفناج، 3 تا تخم مرغ که یکیشو کامل و 2 تا هم سفیده استفاده میکنیم، 1 پیمانه آرد جوی 2 سرپرک یا جوی 2 سرپرک، 1 سوم پیمانه آب، نمک و فلفل سیاه، پنیر و گردو هم که برای طعمدار کردنش استفاده میکنیم. اسفناج رو خرد کردیم، ریختیم توی برای میکسر. 1 سوم پیمانه آبم بهش اضافه میکنیم. جو 2 سرپرکمون یا آرد جو اگه استفاده میکنید بهش اضافه میکنیم. یه دونه کامل، 2 تا هم سفیده، موادمون اضافه میکنیم. به این شکل میکس شده. بعد فلفل سیاه، نمک، مایتابه باید حسابی داغ بشه. بعد موادمون هم باید غلظتش به این شکل باشه که راحت توی کف مایتابه پخش بشه. موادمون رو میریزیم، بخشش میکنیم، صبر میکنیم تا یه طرفش کاملا بپزه. حالا درش میگردیم، میذاریم پشتش هم کاملا بپزه. کرپای ما آماده شده، بافت خیلی نرمی داره. ما برای خوشمزه تر شدنش یه مقداری پنیر و گردو بهش اضافه میکنیم. یه نکته هم بهتون بگم که پنیر و گردوتون و مغز گردو رو قبل از استفاده چند ساعت خیس کنید، 1-2 بار آبش رو عوض کنید. مغز گردوتون کاملا اینه گردوی تازه میشه.
ما اینو امتحان کردیم. اگر تا حالا این رو امتحان نکردید حتما انجام بدید، خیلی عالی میشه. بعد مغز گردو رو من خورد کردم، میتونید رنده هم بکنید، بستگی داره حالا چجوری دوست دارید. مغز گردو رو هم اضافه میکنیم، بعد میتونیم رولش کنیم و به این شکل و برش بزنیم به صورت رولت، نوش جان کنیم. خب کرپ ما آماده شد. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید.